از صمیم قلبم سلام عرض میکنم به همه شما. من کیم که سلام کنم؟ صلی الله علی الباکین. سلام خدا بر گریه کنندگان، خدا بر گریه کنندگان. اول محرم داره میاد، دارید آماده میشید. کمی یزد بچه نوجوانایی هست توی کوچه میدانی یه خیمه زده بودن که عزاداری کنن، پول نداشتن آقا دعوت کنن شام بدن. اومدن پیش یکی از تجاری هست، گفتن آقا ما میخوایم حاج آقا عزاداری کنیم، پول نداریم. گفت هر چی بخواید این دست چک منو بگیرید، هر چی میخواید بنویسید، کم ننویسید، باید مجلستون آبرومند باشه. اینا یک مبلغ بالایی نوشتن، اما دلشون میتپید که حاج آقا امضا میکنه یا نه. حاج آقا وقتی خواست امضا کنه دستشو گذاشت رو مبلغ که نبینه چقدر امضا کرد. ای قربون این معرفت. ایشون بعد از چند وقت مرد، خوابشو دیدن، گفتن چه خبر؟ گفت نمیدونم، پرونده منو دادن دست امام حسین، آقا روشو برگردوند امضا کرد.